چطور میتونیم پاورهای پبجی موبایل استفاده کنیم و چه قسمی هستند؟ در 3.4 اینی پاور آمده، دومیش اینی کور است، سیومیش سفر کردن و چهارمیش هم آهو. اولش به نام فلامینگ فونیکس که شما را فقط 2 ثانیه میتونه دعوا این قسمی یک جمپ میزنه که اصلا به درد نمیخوره، خودم خوش ندارم. دومیش که است ای کور است و این یکی از بهترین کورهایی است که شما میتونین در یگان جای به خاطر کور کردنتان یا به خاطر ریوایو کردن فرندتان استفاده کنین. و سیومیش که از سیومیش ما خودم خیلی استفاده میکنم، سفر کردن برای 6 ثانیه شما را از یک جای به دیگه جای انتقال میده که میتونین راحت به خاطر رشکندن سری اینیمی یا کور کردن خودتان استفاده کنین. آرومیش هم که خودتان بهتر میفهمین، در ویدیو قبلی گفته بودم آهو است، میتونین با این اینیمی را کنفیوز بسازین یا بالایش رش کنین یا برین نفرایتان امرای ریکال کنین. و بچه‌ای که گفته بودن که ما یوسی نداریم به خاطر رویال پاسی که قرار است چند روز بعد بیاید، اینی پروفایلی که برتون پایین منشن کردیم برین حتما فالو کنین. در بین فالوورزاش خورکشی میکنم و هر کس که نامش آمد برش 360 یوسی خودم روان میکنم. و در بخش کامنت بگوین که از این مودی که امروز جدید آمده چند درصد راضی هستین. خداحافظ.